رمضان یارم رمضان السلام علیک ماهی رمضان رمضان یارم رمضان السلام علیک ماهی رمضان چوقک شیشته بر شاقی پسته گیره میکنه پای بشکسته رمضان یارم رمضان السلام علیک ماهی رمضان ایسه را از کینه رو به باده خیال میکنین سرای دیار بابه رمضان یارم رمضان السلام علیک ماهی رمضان ایسه را از کینه رزی نداره زیر رزینه خزی نداره رمضان یارم رمضان السلام علیک ماهی رمضان رمضان 30 روز میمانه ماند رمضان 30 روز میمانه ماند رمضان قوت ایمان ماند رمضان قوت ایمان ماند رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماهی رمضان حالا خاله تو گم میکنی طبقای چینیر گندم میکنی طبقای چینیر گندم میکنی رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماهی رمضان کجی ایشکی به سرا نیه خوب بفرمایید یک عقل کماله و تو یادم هستی یا نی؟ عقل کمال چی مثلا؟ کجی پیار میکنی تا دل تو جمع باشه که به اید با ما گردن و بند باشه نه رخت یاد میکنه نه هم کوش نه گردن و بند ندی پیار مامو چی کنی خیلی نمیگه آفرین بیا که یک کار کنه دقیف چی کار کنی؟ برای خلبه بردم خودتو میرین قرار کدگی به محله رمضان محله رمضان امشو دم ترابه خوب محله رمضان کاکا من دیگه به چه کاکا من بخونم جا کاکا من بفهمیدم میرین قرار کدگی خودتو هم یک بوجیگه که هم میبورین هم تا که مردم بستاد بم ترابه تمام کوشا کونا و نه و خوب و خراب و همه جمع میکنیم هم بوجی میارین قرار کدگی همی تو شیوشو میریم تا گندما به تپل گندم و نکار قایم میکنیم رومی که بشو صبح صبح قرار که دیگه برمی داره میبریم کویجه میبریم یک جای بساط میکنیم به جمع بازار فهمیدی؟ برادر لیلامه بار بگریفتم تو بگذار با پا ما و تو میخوره 100% با پا ما و تو هم هست شماره اونا رو به خود دو جوره بر میدارن دگره همه میفریشین قرار روز این چرخ فلک به میله بریم به پل مالون بریم به شیدهی بریم به باغ ملت بریم انمی سر و چار ایده قرار که دیگه نوشه جان کنه ایده گردن مبن مار به تمام چی نگیرم خودی هم رو فلک که آخون و 4 فلک نمیکنه لنگا ما و تو خراب دمی که به ترابه بسته که مردم پشت سر خود میکنه تو چی کرده جمع کردن به جمع هستی من برو بوجی تیار کنم پیدا کنم بوجی کتی خوبه برو کسی نگی دیگه کجیر با خود این جمع باش برو تو نگی من نمیگی دلچینی برو در سراسه کو کیه وای کی خیلی درس رو تک میکن یا الله سلام علیکم. کاکا جان ایشتن تیار هستیم حال شما خوب خیلی سلامت تیار هستیم بچه ها خوبم خود شما خوبین؟ تیار شکر ایشتن خود ماه مبارک رمضان خوبین کجای هم بچه ها؟ بچه ها بیرو شدم
اینجا سر خودش گوش چیش خیلی باشم گیرم درس رو تک تک کردم. کاکا من یه گپی به شما بگم که سر شما شاخ پیری کنه. خود چه کار شده کاکا جان؟ همین دیشب ما با نماز تراویح بودیم، گیلک و کجیر بیامدن با مسجد ما. خب مسجد چما اومده؟ بله یا خب 60 جور کوش هم مسجد بجوندن بردن. خب شما چی میگی؟ 60 جور کشه؟ 60 جور کوش هم مقتدی ها مسجد بجوندن بردن. یعنی به نظر شما این کار خوبه؟ یعنی کی دیده که بچه من حساب کنی کار کرده باشه؟ امی دمی که اینا پیری شده بودن کاکا هم مسجد، اما بچگاه که دکوندار بود که به دم مسجد دکون داره. خب اینا مثل که خیال گدایی کرده بوده، کجی رو بشناخته بود. یعنی به چوام پیسی میکنم خود تو فکر کن. این برازاده خواهدم تو هم گپ پیشه گپ میزنی. کاکا ما کنم که بچه ها کاکا خود تومت بزنم. ما محله خوبی هم میخوان شمار بگیرم که کجی رو گیلگی میکاره کردم. وقتی که گفتم ما بفهمیدم که کار کجی رو گیلگه. 60 نفر آدم میته به تا مسجد پادر هوا بیکش همه برفتن پالک بخونه خود ریسیا و ریس سفید خورد و کلم. یعنی نخیر کاکا جوی گپ نظر خوشکتا من گپ بابا چون تو ماد میوسته کنی. دیگه من چون کاکا دیگه حال ما که آمدم دیگه مردم بدیدم باز حال شما میگه تومت میزنی. من تا حال دیگه به این بچه کاکا خود تومت زدم. زد که دیگه کس برده باشین که شازی مردمه. کاکا مردم بدیدم آخه هم که بدیده باشم با چی تومت زدن داره. شما با سر این بچه ها خود اطمینان داره که بیکاره نمیکنم. من موقع اطمینان دار که نمیکنم این کار. من چی میفهم که حالا میگه که بکردم من چی میفهم. کاکا سه کنین شما یک معلوماتی بگیریم یا به تیتال یا به لد یا به رومی یا اگه کجیر نمیگه اگه گیلک پرسان کنیم این ساده تره میگه مردم که اونا رو نشناختم. او همین دکوندار که بگفتک من بفهمیدم که کجیر و گیلکه. من بیامدم برای شما بگم که کاکا این کار خوبی نیه. من معلومات میگیرم اما برم سرا خودشون میرم سرا پیشینو میرم. خود سیه بله سرایم به سرایم بله. شهید کردی تو همین جگاه دیگه رنگا که شما خاک شما به میشه اشتا آوردیم اینجی اشتا کمی گندم آوردیم اینا اشتا جرأت کردیم شما کجیری کار کرد کجیره می کاره کرد مدام کوکایی میندازه به خان کجی همین جگاه اینجی دوسته که اینا اشتا عقل بیشتن اشتا اینا رو به اینجی آورد وای 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 کجاه؟ ها اون اینجا وسط برو بردا بیار دیگه بله برو بردا بیاره غلفه غلفه؟ ها اشتا غلفه؟ بوجی هم غلف میشه ها کجیری چمه به من یاد داد چم یاد که غلف کنه گونو رو ها کلیه پیشکینه کلیان پیش منه خب برو بردا بیار دیگه خب به درخت زیر پاش منو باشه وا کنم رنگا که شما خاکشه به می شب شما قلفه کجا آوردین با کجیری کارکه من چی می قلفه کجا آورده بگو این کارا همه خود تو منافقی همه کارا خود تو میکنی باید خان کجیر میندازی گردنم بند باشه بابا کجیر گفتک دو تا قلفه تو هم مقدر عقل کمال داری آخ تو چرا کوشا هم چه جمع کردی بعد آخی تو گفتک بیا بریم بابا با ما پول نمیده بریم من پول جمع کوشا را مچه از اینا بجونیم برفتیم محلی از اینا کوشار بجونیم من چیز کنیم انا بیاریم اینا رو با گفتیم اینا شو چیکار کنیم مثلا نبریم کجیر گفتک بریم تا باغچه به تا گندم اینا قلف کنیم یا قلف مثلا بوجیه دامه که من به شما میگم کاکا شما میگیم نه بچه‌ام این کارو نمیکنن تومت زده شما بگیرین که ما بریم قلف وا کنم به شما میگم کش کنین زنجیر بلنده 18 متره این زنجیر تو به میشه و کجا آوردی من نمیفهمم از کجا آوردی بیدا شما فکر کنین که اینا اشتا عقل دیشتم میگم تو گشنه موندی بودی او که بابا او که برو تو گناه کردی بیار باشه برای بوجیر بیار برو به بوجیر بردا بیارم باشه برای بوجیر بده. بیار من وا میکنه شما کش کنین برو بابا برو شما فکر کنین کوکو
این تا عقل فکرها دارم اینا بیلا. میگیم این همین سادهه پاک دیوانه شدم. پاک ابری مار ببردن خوب شده که نه فهمید کسی گوش کشین کی با کجا برده اونا با وسط پل گندم کاش کنی همه کش. işte büyücü fore bak بس کار بله همین دیگه خیلی کنن خیلی کن شد تو خجالت نکشیدی؟ بابا گردانم بند باشه که گناه کجیر بیدد کاکا نزنه خیره کاکا بیار جو خیره حالا که اشتباهی بکردم تو شرم نداری؟ خیره تو شرم نداری؟ خفا میکنم تو ابری صد مر ببردی پیشم امی ماما بودم کدوم ماما؟ امی ماما بودم کجا میری؟ میگو کجا میری؟ گله نخوادی بخونه یارا دندا کاکا راده زگاله کو براده رنگا که تو به خاک شه همه کارار میکنین داده بخن کجیر کاکا اینا میدازی مالی چه ماگه اینا رو به مسجد ببرم که پاک ابری ما میره کاکا هستی چکار کنم اینا؟ من نمیفهم اینا رو میشته به کدور رو خومه اینا رو به مسجد ببرم بگم اینا رو به چه کاکا ما دوستی کرده بیایم ببره کاکا یک راه میشه که اینا رو ما پس ببرم به مسجد بگم که اینا رو دست یک معتاد هستم غیر از این رقم که راه ندار والا، کاکا اگه بگی. تو بگی که من بگی کجا کن کاکا یک چیز دیگه همه گناه خود شما هسته یعنی من چی گناه دارم بگو تو شما اگر به بچه ها خود پول بدین این تا گندقلق ور نمیایم بچه ها شما کاکا این جان یقین خود تو دل شما خبر باشه. ده که بس زندگی هم به خدمت از ایناه بیشتر به خدمت نه که کوشار هم مسجد ما آمدم جو امینا اگه یکی بدیدی که اینا بچه کاکا آمدن دیگه من روی داشتم مگر از اون محله کوچ میکردم وای 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 بعدن چه کار کنه دیگه این تو به شما دگم چه کار کنه کاکا اینا اشته حوصله کردن که به می تاریکی ها اینا که میفهمن تا به جشای نماز تراویه اینا اشته جرأت کردن که به می اینجا به می سرها آمدن با اشته و شیارا که اینا قلف خود آوردن خود من تعجب کردم سر من شاخ بدر کرد فلانا همه فلانا کجیره گیلک زن نمیفهمه سر به تیگه پاوا نمیشه صورتک از اینا بخاک شه بده کاکا که ما بردارم بده تو سیکو که ایشتی زنجیری آمدن ای بگم زنجیر هم بندم سیکو زنجیره شما نه دیگه شما نه ببرین زنجیره من می کوشار میبرم بله من تو بیاد میرم وای 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 بیاین کاکا بیاین Hallå. چکار میکنی؟ خلاص نکردی هنو Det är kammande. میگم یلا کن از اینا یلا کدامه که من به تو میگم که مونای هم تو میگینی هم آنه نه اینا که پیدا کردی لالا پیدا نمیکنم من که به تو گفتم میرم پیدا میکنم بگو خوب کی ورشتون لالا
بچه کاکا دلجونی تو کجیر و گیلا نیه دیگه کی ور داره؟ یعنی اینا گله و کجی برداشته بود بله یا شما چی میفهمید؟ برفتم از اینا بستندم تو کجا قایم کرده بودن اینا؟ ما برفتم به سرا و کاکا خو گفتم کاکا میتونه بچه‌شم آورد کاکا ماست مرا حل بزنه که بچه‌ام میتونیه گفتم بیاین بریم اگر نبوده هر چی ماست میگین این به تمام زمینا یار 2 کیلومتر راه سرای اینا کنده فاصله ایر به زنجیر قلف کرده بودن زنجیری برده بودن با یک سر زنجیر و درخت قلف کرده بودن اینا به وسط بلکندم یعنی میتونه همین سور هم بسده بودن بله یا وای 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 اینا چه ایت کار کنن گوش نموندن مثل که کاکا ما و تو اعضای سیرش یاد نونه نمیکنه من بو گفتم کاکا جو گناه خود شمانه هم چه پپول به بچه ها خوب بدین که ایت گدا گوشنه نباشم وای 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 خدا برو مسجد میره هر کی میگه والا بچه کاکا تو بوجون داد نمیشه تو دیونی میشته میتونم میر ببرم من مگر بگم اینا معتاد بوده به دست معتاد بوده معتاد استون میشته برم من مسجد بگم که اینا بچه کاکا هم برده مگر هم پول بار خور از این محله حرکت نیم بریم دیگه اینا نقص اینا برو میبر آخه یار دیگه ایت مکه به سرا بودم نبودم گیلک و کجیر ایت به در می سرا نمیگذاری که می تک تک کنم در سرا اما چیت که اشار میت جونا عباس من باغچه هم اینا رو نگذاری خوب تو اینا خلاص کن اگه که من اینا رو ببرم من مسجد ببرم نه دیگه نمیام فهمیدی بله وای 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 من تا آدم ندیده بودم که برای مسجد که هوشیار باید جون بیاره با کاش که یک جوره باشه یا 2 جوره باشه خیلی بچه خورده 60 جوره کوشه باید جوندن مردم هم پولیس بموندن وای 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 زنگ که خوبه بخیریم شکر زنده باشی خیرتی میگم زن کوکو همین شما که بچه دارین آخه همین گیلک هم بچه شما همین کجیر هم بچه شما همین کمی نصیحت چهر نمیکنه دیشب 60 جوره کش هم مسجد بشونده بود این کار خوبیه همین گیلک و کجیر دیگه کینه و زن که اورسه علت کرده پیاره و خب علت کردن کنه کنه آدم شه کمی نصیحت کنین او راخه از خود خب پیاره مادری داره بو داخل مسجد که میفهمین چیزا گناه داره این برای 60 جوره کش بود جونه دیشب بار یک گپ دیگر استی اینا که دیشب بوجونده بیدم برفته بودم به ته صحرا میگه غلف کرده بود خودی زنجیر سرگونی غلف کرده به درخت غلف کرده گونی نه زن کنم چی کردم یا کم نصیحت کنه به چه خود آبرو ما میره خداحافظ خوب مداری هم ندارم میگه ورسی حالت کرده دیگه اشتور نصیحت کنه بلد کردن خب چی خود نصیحت کنه خود پیار مادری داره